بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اما بعد، برادر سوال نمودند که اولین فرضی که الله رب العزت و الجلال به بندگانش کرده است این چیست؟ یعنی اولین فرض الله به ما چیست؟ اولین فرض الله این کفر بر طاغوت است. اولین فرضی که الله رب العزت و الجلال به فرزندان آدم فرض کرده است این کفر بر طاغوت است و ایمان بر الله است. و دلیل به این سخنمان سوره نحل آیت 36 است که الله رب العزت و الجلال میگوید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولقد بعثنا في كل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. به تحقیق ما به هر امت، به هر یک امت رسول را فرستادیم تا که این امت الله را یگانه خودش را بپرستند و از طاغوت اجتناب بکنند، کفر بر طاغوت بکنند. و شیخ الاسلام امام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله هم در یک رساله شان به عنوان معنی الطاغوت و رؤوس انواعه، معنای طاغوت و اساسهایش و نوعهایش میگند: اعلم رحمك الله، بدان الله تو را رحمت بکند، ان اول ما فرض الله علی ابن آدم الكفر بالطاغوت والایمان بالله. البته اولین فرضی که الله به فرزندان آدم فرض کرده است این کفر بر طاغوت و ایمان بر الله است. سبحان الله. پس این اولین فرضی الله رب العزت و الجلال به بندگانش است و به این آیت دیگری دلالت میکند. سوره بقره آیت 256 که الله میگوید: لا اکراه فی الدین قد تبين الرشد من الغی فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سمیع علیم. دین اکراه و مجبوری ندارد. در حقیقت رشد از غی از همدیگر جدا شده است. پس هر کسی که به طاغوت کفر می‌ورزد، طاغوت را ترک می‌کند و به الله ایمان می‌آورد، به تحقیق به عروة الوثقی چنگ زده است. عروة الوثقی یعنی به لا اله الا الله چنگ زده است که هیچ جداگی از این دیگر وجود ندارد. والله سمیع علیم و الله شنوا بینا است. البته عروة الوثقی معناش لا اله الا الله است. بارک الله فیکم. پس اولین چیزی که الله به بندگانش فرض نموده است و به هر یک من و شما فرض است این کفر بر طاغوت و ایمان بر الله. اول باید کفر بر طاغوت شود، بعد ایمان به الله. اول ایمان به الله و بعد کفر بر طاغوت نیست. لا اله الا الله، اول کفر می‌ورزید، نیست معبودی بر حق، بعد از این ایمان می‌آورید الا الله. اول دل از کفر، از بدعت، از خرافات، از الههای غیر الله تازه میکنید، دل از پاک میکنید، بعد از این ایمان به الله میارد. اما صفت کفر بر طاغوت باید چگونه باشد؟ صفت کفر بر طاغوت این است: باید انسان اعتقاد بکند به باطل بودن عبادت غیر الله و این را ترک بکند و این را بد ببیند. یکمینش اعتقاد بکند که هر یک عبادتی که به غیر الله است باطل است. دومش باید عبادت غیر الله را ترک بکند. سیومش باید این عمل را بد بیند، بغض داشته. چهارمش باید این چنین انسان‌هایی که غیر الله را میپرستند از کدام جانب نباشد باید اینها را تکفیر بکند. و پنجمش باید به اینها دشمنی بکند. یعنی 5 شرط کفر بر طاغوت است. یکمش باید اعتقاد داشته باشد که عبادت غیر الله باطل است و بعد از این باید همین عبادت غیر الله را ترک بکند و بعد از این بد ببیند و بعد از این همون عبادت کنندگان غیر الله را تکفیر بکند و به آنها دشمنی بکند. اما معنای ایمان به الله چیست؟ اعتقاد بکند که الله رب العزت و الجلال این اله است و معبود است، یگانه است و هیچ کسی به الله برابر نیست و تمام عبادت را به الله رب العزت و الجلال انجام بدهد و عبادت را از غیر الله، از غیر تمام الله دیگر معبودان باطل ترک بکند و اهل اخلاص و ایمان را دوست بدارد و دوستی بکند
و اهل شرک را بد ببیند، بغض داشته باشد و دشمنی بکند. و همین ملت ابراهیم است که الله رب العزة والجلال این ملت را ثنا گفته است و همین یک نمونه خوب است که الله رب العزة والجلال به ما خبر داده است. در سوره ممتحنه آیت 4 آمده است: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. سبحان الله، این آیت بیناد آیت بزرگ است. الله میگه به تحقیق ابراهیم و آن کسانی که با همراهی ابراهیم ایمان آورده اند برای شما ای مسلمان ها اینها یک نمونه حسنه خوبی هستند. زمانی که ابراهیم و همراهان ابراهیم گفتند ما بیزار هستیم، بری هستیم از شما ای مشرکان و از آن چیزی که شما میپرستید به غیر الله، ما به شما کفر ورزیدیم و بین ما و شما دشمنی و عداوت و بغض ابدالابد باقی خواهد ماند تا همان زمانی که به الله یگانه به الله ایمان بیاورید. این سوره ممتحنه آیت 4 را به گوش حلقه بکنید. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم، به قومشان گفتن إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده. پس طاغوت عام است، هر چیزی که غیر الله پرستیده می شود پس این طاغوت است. و رأس اونها 5 چیز است خیلی که شیخ محمد ابن عبدالوهاب ذکر نمودند. شیطان است، خیلی که الله سبحانه و تعالی در سوره یاسین میگه الم احد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لكم عدو مبین. و دومینش حاکم جائر، حاکمی که به غیر حکم الله حکم میکند. الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا للطاغوت وقد امروا ان يكفروا به يريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا. سوره نسوة 60. سبحان الله. و سومش، البته این دومینش، کسانی که به حکم غیر ما انزل الله میخوان که حکم بکنند. و سومینش کسانی که حکم به غیر ما انزل الله میکنند و من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. سوره مائده است. چهارمینش هر کسی که ادعای علم غیب بکند عالم الغیب فلا یظهر لغیبه عالم الغیب فلا یظهر على غیبه احدا الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. سوره جین آیت 26-27. و پنجمینش هر کسی که پرستش کرده شد و راضی باشد. بارک الله فیکم. و این جواب سؤال برادر. بارک الله فیکم.